بسیار فکر میکنم. شماها زنهای دخترهای امروزه را فهمیدن مشکل بده. آینده این حالکو میوه میدهند، میوه های شیرینه که لیکن در بر کدوم مردش خوریم که کمون شیرین شود. حالا در قشلاق چند مردک مونده؟ مردی سزاوار نیست، مثل فتی خاله شو نکرده پیر دختر میشه، کم پیر میشه. ما را تا نکردیم. میدانیم کجا شدن داماد شونده های من. اونا را سالی 16 مردی کاری بردند، دیگرشان برای انقلاب جان دادند، موندگیشان کلک کردند، سری دیگرشان سالهای 30 خوردند. نیکی داماد شونده های شما می آیند، البته می آیند. اینا آمد یک مردکش آمده، اینا خزینه پیشوازش بگیره، یک دست هم باشد مردک. آفرین اندازتو بزنه. بارکالله. السلام علیکم. سلام علیکم. نقدشین موندن نباشین همشیرهای عزیز. ای گفی نو همی کی جانای شیرین خیلی تیاریتو نبینین. پگه بزکشی بدهی. بزکشی؟ زنها بزکشی میکنن؟ نه مردو. مردهای 4 کس میدیدگی؟ نه 8 کس میدیدگی. ما دروغ نگوییم. بشوخی پگه موبین یانا اوده تپده مردای قشلاق همسایه جمع میشوند، انا یک توی شوه یک تماشا شوه کی فهمیدین؟ با مردکی بسیار بینیم سر مفر نگرده. ای خوبتو مبستای خیلی زنکایی که کودک دارن امروز جواب بروند کارای خونه شونتنن تا که پگه به پروا تماشا بیاید. سلامت باشید. خیری او خیری ایجا بیا تو دکترها را بگی و پیشی رسول منتیور برا فهمیدی؟ برای چی؟ یاردم شما لازم شاید. با چه خیلی یاردم؟ سیمچو را برداشتن لازم بده. اکه فهمیدی؟ به دخترکو سیمچو برداری نمیرسید. بیچاره حکی دخترو. مردا نرسن دیگه کیا را روان کنم؟ خلاصه گفت رسول شما را انتظاره پیش قبرستان ده. فهمیدی؟ پیش قبرستان ده. پیش قبرستان ده؟ ها. برای ملاقات بسیار جای خوب انتخاب کرده وی رسول شما. بفهمم چی لاج؟ ما را بریگادیر روان کرد.
شما را روان کرد؟ چی؟ دیگه زنهای کار دیده نبود که شما را روان کرد؟ زنهای کار دیده؟ بچ کچ روزگار دارن همین تنه؟ البته. و شما یگان بار در عمرتان سیمچوب راست کرده بودین؟ ما سیمکش شده کار نکرد. خدا نکرده این سیمچوب در سر یگان تد زنه یا یگان فلاکت شود. کی جواب میگه؟ من؟ نباشه رفتیم. تو یک دم بستین اینجا بیاین بستین میگم یک روز استراحت دادین باز سیمچوبه به سرمون میزنین. ها اگر من خودم میتونستم ای برگد یاردم نمیپرسیدم. معلوم میشه که به مردکا کار بود نمیشه. پگه بزکشی میشه همه مردها را به حشر فریاد میکنی. همون دو سه مرد موسفیده که در بریگاده بود کجا شد؟ با بزکشی دعوت کردن مردو رفتن. کو نزدیکتر بیاین. حکمی مردو کمی گفته آواز بلند کردنش بینیده دخترا. لیکن یک جهت نغزی داره مردای کم بودی کی نداره همه داره اونا افتا هم داغ داره. فراموش نکن که زن و بچه هم داره. خیلی چی؟ پهلوانه تو میگم یگون بلو داره. ایمت شو. نمیدونم Ocha, que no necesites no bute ocha. No bute. Ocha. بخید پدرتان نالد وقتی نخورده یافتی. براوستو. خداوندی کریم کاش مدد میکردی پگه بخت بروی زن دخترای قشلاق ما میخند. السلام خاله. سلام. دختر چقدر دیر کردی؟ جامعه من ایقه کیروی نیست. السلام. نغزی درستی؟ سادی؟ تو در کجایی؟ اینه ایجا دارم. یا خدای بچم قریب دل ما کفانده بودی. آدمی خونه اوتاد منصور بس نیست که با تو به همینم که بعدی صابیر منصور برخ زده کشتنش دل ما اوتاد خواتیره. بفرو بچم بفرو بچم. پگه بسکشه بچم. حالی بریگادیر مودا برنج داده اوتاد نمیدونه. بیو بچم بریم برای اوتاد آشپزیم. بیو. ای
جا بهار حکمران شده قشلاق ماده باشه عالم بر اوجا کی بهار می اومده باشه هرچی وقت ساعت خودش داره خود دی جوانی و پیری باری که یک جا پیشتر می آید جای دیگر دیرتر می آید این جای اتمای حالی میاید دم میگیره کاری منطوری وزنی نای پگه زنکا دا تعریف میکنم که اول خانه ایمه دا چراغ گذراندیم حاضر کو خم بشین کجا میره سعدی؟ کوزیمیو
السلام علیکم خدای دوست. و علیکم السلام. همین روز ایدم به دست تور گرفتین؟ ای دختری جان، خودی که همه زنی مرا نمیدانی. ای خبر کنی مردای قشلاق آمدم و ای کله سحر تور در دستم داده ای که انا این سفیدا را میگردانی و بعد به کجا که خواهی 4 طرفت قبله. ها تا سفیدا را نغلطانی هیچ جا نمیره. غلطاندی 4 طرفت قبله. وقتای پیش مرا احتیاط میکرد. تمام روزگار خانه را در گردن خودش گرفته بود. اکنون نغمهاش دیگه شده. ای صبره او صبره. هاوه ای صبره او صبره. ها پیشتر میترسیدم که در جنگ میره نابود میشه. حالی که باشه فهمیدم که نه در جنگ در کاری و نه در خانه. کجا میره؟ بزکشی؟ تا اول در بالای زینی اسب سوار شده بتان. بزکش توبه بزکش به دسته. با ما حتی خودت رفتنی بودم. او دستا دست نیستم پرشاخن آتلغون. خدا چی کار کنم قطیت باری مردک. خیری خانه بدرو که سیمان لیچن میزنده. خدا چی کار کنیم. بوتم کردی کاریگر بوتم کردی کایت کاری حلال کرده بودی. چی کار میکنیم قطی سیما. خدا توبه. خیری خانه بدرو دست نرسان سیم میزنم. ای خدا چی کاری کردی بود. مرا میکشه قدی کاراش. ای خدا چی کار کنیم. ایره بینو. دیدی کاری کرده کتن. دیدی بدم رسول فیرات که بدم. ماما رسول بیا بریم یاردم که دادر نباشه زنه پوست نمیکنه. بیا بریم بعد خودت میبینه. ای صدقه بیا. رسول شما رفتن گیرید. بیا رفتن گیرید من میام. نه من اینجا انتظار تو میشم. ها رسول گوش که ها فراموش نکنی. ها با 100 باری دیگه میگم که آب روی همین قشلاق تی میفهمی؟ ها همین خیل ها تز بیاید. رسوله دادر بگی یگانی لطشه بیاو که مردکی ما بین چکو کرد. که بکش. چی میگو؟ نترس بکش. بیست کلوشه میگو. خیری ببرو نترس. گذر چه حاضی ساز میکنی؟ حاضر نی ماندگیشه بعدی بزکشی ساز میکنم. خیر حاضر خیری جان. اینا کلوشه بگیرین و تماشا نمانه. من توی درخت شکسته ازم نکنم. ای دستی خلاصی ندارم. انا شنیدی؟ هزم بعد میشه و گو. مردک بگن بگم آخه بیست این درخت بگی هزم که بگن
شما البته چوبندوزی میکنی نه؟ همین طوره. همین طوری؟ سنجیده میبینی. چیست داده خیری؟ بیا بریم. شما رفتن گرین من حاضر میم. چی گپای؟ اکه خدای داد درخت بالای سیم غلطانده. راستی خیلی سوزش کردین؟ بد میکنم. کارش بسیار. برای چی به بزکشی نرفتی؟ نستی داری چه بسرم خیال زد که چلوسی موجه رفتن. آخی مردکا برای تماشای مونی برای بزکشی اومدن. چی لازم؟ رنگ زنکای دیگه خدمه فریب دیو.
چه روز سختی بود. در این گرسنگی نان خوردنی نداریم و گندمک‌های خام می‌دروند. سلام علیکم پتی خاله. سلام علیکم. علیکم السلام. نغزک هستین؟ سلام سلامت بچه. هستین؟ بردم هستین؟ شکر بچه. ای غم میخورین ها پتی خاله؟ زیغ نشین. روید از پی کارتان شوید بچه. روید. غم نخورین. این روزای سخت هم میگذرن. من غم نخورم. هی! غم نخورم. هزن نکن. کار کنین کو؟ این گوهکار گرسنگی میمیرن. من داغم یار دوست گندمک خود رو دغونه کردم من داغم یار دوست ای یارک رسول جان یک کبوت بکن. گودک دار میشیم. همین تشید. چی؟ چی خیر گودک؟ تو چی ترسیدی؟ شوخی نکن خیری جان. التماس. این کار قطعی شوخی نمیکنن. وقتی که ما چرکس شویم به خونم خیلی دیر میوی. چرکس؟ ها تو من سعدی بوی من که باز ایره به تو گفتنی بودم اما چرا امشب شاید برای اون که
از پیشتر دیده زیاد انتظاری کشیدم. چی ده به فکر رفتی؟ البته گشنه بدگیستی محوزی. نه مسیرم لازم نه. زینب جون ایسا نزدیکتر بیا خیلی مردم سادی بچه مالا کوی باباشم بگی ایو نکویم بزام باشین ای آفرین خاندان. ها ای زنکای تشنه ای اوی مشک پاکیزه تمام کرد یعنی؟ برای تمامی بریگاده همگی 2 مشک آب بود. البته تمام میشه. نباشه آوردن در کار. خیلی من برم با او بیارم. رفتن در میره ای آمدنت نامعلومه. بعد در لوی دریا میزنی خواه و بگه ای زنت زده خونت میبرد. زینب سعدی را بگی بود برین او بیارین خواهر. مالش ما بگی دکسه میخریم. ما حاضر خوردم. ما نمیگم که تو گشنه ای. دکسه بخریم شیرین تر میشه. بگی 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 آخه روزای آخر رنگ رود کیم چه کندگی ای؟ تو که در پهلام شیده ای ترس و حروس رنگ کنی. خیلی مایلش ما زنکا شخره نغز میدونیم. بخی بریم بخی کو بخی بیو میدانی من امروز برای چی آمدم؟ او را افتان
برای که مزن و کودک دارم او فهمن چی میگن. اگر هم قشلاقی ها فهمن چی، آخه در قشلاق یگان زنی به شوهر تا امروز کودک نکرده است. آخه مردهای بسیاری بر نگشتند. آتای ما همشون کشتند. و دشواری روزگار بسری زنکا افتید. مردایی که پشتبانی ما بودن بر نکشتن. ما میدونم زن و کودک داری. میفهمم مناسبتی ما عاقبتی خوب و آینده نیکم نداره. بین دختران قشلاقی ما یکونه‌ام که این گناه با سری خودم گرفتم. آخه کتاب زن مادر شده خود شدنی کابل اسم میکنه. بگو مادر هرچی هم باشه تو او را باید افتانی. اگر نه افتانی من تو را دیگه نمیشناسم. سلام علیکم. ای بارک الله. تیز کنین اخ، تیز کنین ها. تیز کنین، تیز بدهید. تیز کنین ها. گندمای ها تایی تو هم بدره باشیدن. اگر ایجورا تیز نکنیم نریم گندمای اوجورا ندرویم خشوی گندمای اوجا که ریخ تمام گندم مرد کشم بگیریم. زینب جان. او زینب. بچه ها تا بگیم و برین بس هریوه خویش ده. میرین؟ خیری جان وقتش ده تو در روگری چقا نبوده چکو کده چی مزد نیست؟ او چند وقتی سردوری کش میخوری؟ مزد نباشه برای کم تردن بگی. راستی گپ بخیر بخیر دستی کاری لازم های یکی کسل و کسل کار کردن نچه و برا دم بگی من خدمت روان. حکم بچم حکم تو هم حکم آچه صدقه خیلی آچه شده آچهش هم ماهای آخر آینان همین خیلی بیمدار بود.
جای کاری اتاتم رسیدیم بچم. اوه کو بفرو بیا. شماها زنهای دخترهای امروزه را فهمیدن مشکل بده. ای پای کار بشه، ای من خواطر نشه، من همه چی ده طاقت میکنم، فقط یک التماس مرا مجبور نکن که کودک مفتون به وی دیگه زیسته نمیتونم. آخی من میتونم، تو زن داری، کودک داری. وقتی اونو زامین نمیشم و یکان وقت کسی نمیفهمه که آتش کی. چی در آن قلف کرده؟ روم برود نزنه گفتم. برای چی اومدی؟ چی؟ من خونم اومدم. با خونه؟ ای کجایی که اومدی؟ همونجا بره. نفهمیدم. ای خیریه کت پرس. همه شا فهمونده میتته. ایچی نغمه تایی؟ ها؟ او وقتی خیری جونک تا با آغوش میگرفتی
فکری به خونه برگشتن نداشتی؟ درکشو در خونه گم میزنیم. پیش خیر جانکت بره. با جان و دل در و دروازه هاشا برود میکشویه. در بکشو میگم. زینب در بکشو. درکشو میگم. زینب اوچه خودت گفتی که اوتم روا، پس برای چی گریه میکنی؟ آخی من نمیخواستم. نیکی وای باور کن. وای باور کن. جنگ و جوش جهانی که ها تمام شد و جنگ و جنجال این زن و شوهر هیچ نیکی تمام شود.
زینب بیا گذشته را دیگه به یاد نیاریم. به یاد نیاریم؟ مگر شکم خیری میمونه که به یاد نیاری؟ شبا به خونه دیر می اومدی و من این نادان فکر میکردم که این همش ای سرکاری ای. اما سمرشه امروز با چشمای خودم دیدم. مرا بازیچه کردنت برای چی بود؟ ها برای چی؟ یا من خری بر این زایده نمیتونستم؟ دلتا خالی کدی اکو دهنتا میپوشی یا نه؟ چیگرام پاره کردی با دهن ما پوشم؟ نه. چی میخوایی که ما گشته روم؟ ها برا پیش خرید برا. دهنتا پوش. برای چی؟ برای کدام گناه؟ برای کدام گناه؟ دست برداشتی؟ شرم نمیدارن یا توبه. اوچا شاو گفتی که با چی ده اومدی رسول؟ اکو چی جایی پنهان کردن؟ ای که هم پنهان میکنی؟ زینب همشه میدانه. همه میدانن که تای ما کودک انتظاری. تو باید خونت روی. من نمیخوام تو خونه بیرون شم. ای گناه هایی. زینب مرا دو دفعه خانه پیش کرد. ما هم به جای وی باشیم. همین طرف طور میکردم. نه من دیگه پیش او رفتن نمیتونم. بگو چی کار کنم؟ اسام خاله جان. زینب جان کدام شمال ترا بران دخترکم بیا بیا شما آمدی بچیم شما آمدی بذار از بالای پرت چشی با آمدنکات صدقه آمین هر بنده مومن خدا ناهش نگه دارد همه از فرزندش آسایت زمان تینجی و امانی شود آمین الله شما آمدی گیر بچه یک چای نوش گیر چای گرم دمت راست کن هیچ گم نی بیهوده نگفتن که غبار آدم میگیرد گپ زن چی شد به سری کار برآمده نمیتونم بروی زن کام نگاه کده نمیتونم تمام قشلاق میدونم رسول مرزه دخترم آدمی در عمری کوتاه خود چی کارا نمیبینه ای سر و چی واقعه ها نمیگذاره نقص دل تبر بکشادی آرام شو برای من پیش خطان آمدم با کودک انتظارم خاله جان ای روزه که رسول با خیری زیستن سکت ای
عمری کوتاه خود چیها را نمیبینه. ای سروش چی واقعه ها نمیگذره. که نزدیکتر شین بچم تو را یک بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلانک شده بچت دلوش سخت میزنه. یک پسر باز یک پسر دار میشوی، یک جایه هر دو ما کلان میکنیم. من هم نبیرناک میشوم. شکر کن، گریه نکن دخترم. الهی دلفی او را آن میداند مگر. ای مردم ای چی گفت؟ ای پس بگیرم نکشین ما. یک دویمو که اگر میبودم یک کلدا بود نمیدون. برای چی نمیدادن؟ برای چی؟ همسایه تو شوی او را ایره زده گیری فهمیدی؟ همون خیری باشه عروسکی چیلش نبرامدگی وارین در خانه مزده کرده شیشته. ما واری در اینجا میانشنه نشکنه. احوال زینبی بیچاره خدا نشانته که زنک به شوهر مانه احوالش بسیار وزبین می شود. ای تو واری شو داشتن بشوگی 100 بار بهتره. کیفی همون بیوا کجا باغداری دار. چی گفت؟ چی؟ شما اینجا مجلس کنی آمدین یا که کار کنی؟ اگر کار کنیم که ای پس نگیره خلق ما کاخ بیساق داری یعنی؟ اگر همین مجلسی شما را آو قدی خنه کرده شوه من میارم. سعدی بچم او بیار. آزی آچه سلام علیکم زینب. نازدسی خای ترا علامت کرده است، قهرت کرده است. خیری باشه ای شرم حیاش کرده نمیبرویه. خی دیگه گندمای عدی را کی میدروه؟ آدمو گپ میکنن ای خو گپ نمیکنن. او برای گپ هم بهانه هست، خودت میدونی. خی بعد همین خیل در خانهاتون میشینین. او یگان روز کوچه برآمدن لازم میشوه کو یا گپم نادرست؟ در زندگی هر خیل واقعه روی میتخواهد، عیده بدترش هم میشوه. خوب به یادت بیار وقتی که آته و آچت بدرغه کردن مردم همین قشلاق نبود که آخران نانشانه تقتی تقسیم میکردن. خواهر نیکی زندگی کردن در کارای کو زندگی دشواره. من میفهمم تا هم میفهمی. نیکی زندگی کردن در کارای نگاه که زنک بریگرد میایی او بیاره. او را شناختی؟ زینب خیری نیستن. نگاه که هر دردش پسا پیش آمده استیان.
مردک مردک او مردک الله بای کو بخیز خرت آوردم خرم آوردی سوار شده ادیر سری دره برمنه آخه دره یه بلا باشه رفتن آمدن 100 بلاه تو زنی دلسوز ما دیگه ای کجا میام صدقه چشمکات بشمه خر آوردم که با درم نیو با او طرفی کو برای هزم برای مردک جان او سفیداری که تو غلطانده بودی که ها تمام شد یک سری چون نیست که یک دمی گرم پسم برای همیش کمی کلانی تو روزم نداده که اقلا یک بارک دمی بیغم بزنم زنک جان عذابم نته توبه گویا که من تمام عمر بیکار شدم توبه خیز مردک خیز جد زود که خر تحیک داری تقدیری بدی ما یگون زنک رحمدل یافت نشد که زندگی کنم آخی 4 دمی بیغم بزنم وقتی که تو همسایه ما شدی باید که یاردمت به من برسه میگن که تو ایسیمی برق پیچکهی گرمیگی هنده میسازی همین گپا رسته مکو این کارا نکردم نه که میدانم که چه میسازم برای من یه تک بساز همسایه جان التماس مرا همین جنجال زنم خلاص بکن آخر تا بیگه اقلا کمک دم بگیرم سنگ آسیا در سرم چرخ میگردونه خیرت بشید بود میره ای در سر تیره ای بالای ساسکگی رو تک جا آوردی؟ میگن که انگور بخورو باخش نپرس ایره همسایه نومان رسول تیار کرده میخواه که به همه همسایه هاش نغزی بکنه انا که تو پرسیدی من جواب دادم فهمیدی؟ اگر ای بالای ساسکگی تون مرا بزنه بکشه چی؟ خدا نگاه بداره زنه جان نخواهیم خیلی فکر نه اگر یگان زنی رسول ای بلا بزنه رسول پیش زن دیگریش میروه نه که الله تو که تو سر تا در کدام قرار میدانی ها؟ در کدام قرار میدانی؟ ای احوالی تو به من احوالی سگ میگرده ای برکالله بچم اگر تو نمیشدی نمیدونم چی کار میکردم حوزی سعدی جان بچم ای نانی گرم یه شکروی با مزه کده میخوریم سعدی نونارا خودت بگی من مزم نیست
بچه خوبه آرام شو آرام شو انشاءالله آسانه که اکسیدن میشه این همسایه بر خانه تا گرم وقتی زنت خوش می شود ای جنجال خلاص ما بگی رحمت وقتی که تو مرا همه غربت زرم خلاص کردی من هم تیارم که یک عمر در خدمتت باشم همسایه بیا بگی شراب خوبه برداشتیم تا خیری و قمری خبر میشون که ما چاینی که خالی میکنیم بگی برداشتیم حالی وقتی دمگیری ما مردم بگی برداشتیم اما چه بگی برداشتیم همسایه اما چه بگی انا اینجا پی دیگه اینه یک زنم تولد کرد انا من نگفته دویم شم زایده میمونه انا برای این باید تایی دیگه میبرداریم کو کاش که پروردگار به من هم فرزند میداد من هم در پیش مردم با سری بلند با وقتی خوش میگشتم صد افسوس که فرزند ندارم بیا برای فرزند میگیریم یک تا بگی همسایه آهای در سر خروستاقی سرخی پرچه آهای در سر خروستاقی سرخی پرچه آهای در پای خروس مسی سیاهی لحچه آهای خود میکنه خدا بپرد ای روزی که همی در قدم شد مدارم طرف کم می شود میگون که برای هر گناه روز جزا هست ما با زینب و پسرش زو میشدم شاید همه از اوهایم برای باشه دیگر نمیتونم رسول همسایه زن تفرد کن چی؟ این دو زنی خودت کمی میکنه که با بسری زنی مرا آمده؟ خیری ناتاب شده است قمری؟ قمری! هو اینجا بیا زنک این میگه که احوال خیری بد شده کبری ببینش چی؟ احوال خیری بد شده؟ حاضر مامیو حاضر نترس بچه کم نترس همین که کودک به دنیا آمد چشمکت روشن می شود من همین طرف نترس
است حاضر چشمان سیاه میکنم نه ترس جان حاضرم انا حاضر انا برای آنها کودک که به دنیا چشمش روشن شد دیگه طاقت کنید تو اولین نی تو آخرین نی دخترم آب نوش یک قلتک آب نوش دخترم من حاضر ندرس دخترکم من حاضر می آیم گوش کن رسول دلم خاطر میکنه این خیری یک وقتا خودش روی دست من به دنیا آمد و مادرش از عالم گذشت حالا احوال خیری از این هم بدتر است به دکتر بردن لازم به دکتر اصلا فرزند کردنی وی ممکن نبود دخترش آورد و خودش رفت جان مادر رنگ افته برنگی مردم آزرد بینمه کسی که نمه کفد لیسان بینمه جام مادر شیرین مادر جانی ببیش آرام شد چیکار کنم ای پاکا پروردگارا چی هیلات باشه آرام شد بچه گروسنه گریه میکنه بعضی کودکانی میشوند که شیر را فقط ای سینه مادر میخورند یگان زنکی بچه دار را یافتن لازم به این شیر ده که میمیره چیکار کنم بچم دیگه یکان علاج نیست؟ ها رسول
علاج یگانه همین. دکتر آوردنم تو علاج یگانه گفته بودی. نیکی زنی مکو خیری کو خیری. اون وقت علاج یگانه همین بود که او را زود به دکتر بریم. اما حاضر کودک را سیر کردن لازم. میفهمی؟ سیر کردن لازم. تو همه کار کردی که خیری را بکشی. توبه کوی بچم، توبه کوی. مکو میخوایی که کودک شن. علاج یگانه همی کمپیر که تو ایجا باید خیب زنی. شنیدی؟ استغفرالله. تو زنی مرا کشتی. خدا نگه دارد. نیست شو جلوشین کمپیر غیب زن. میروم. تستر میروم. کودک متیه و دیگه در نظرم ندو. حاضر. خدایا خداوندا، این چه روزی سختی بود. ای خدا، رسول دیوانه شده. خدایا خداوندا، بندگانت رحم کن، آنها قوت بخش. چه روزی سیاهی بود. ای کجوره خانه مرا یافتی، خوش آمدی کدام شما برام. اپا با کودکم شیر در کار. شیر؟ این شیر بسیاره. نه با این شیری مادر در کاره. این شیر خودم بود که 4 بچه ما کلان کردم. کو بقب کنی بچه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیتا دختری کشیروه خدا در پناهش نگه داره. خودی خیری. ما بچه تا بگی. پایو قدم اینا مبارکی بچه بود که شیری سفید ریختی بچه شون قدم ای برا. برا میگم. برا. برای چی؟ برا. زاریت میکنم. برا. برای چی؟ نزد زنت نرفتی؟ او زینبت هم کودک نوزاد دارد. شیر دادم بتواند. برا. برا. با تو چی شد؟ همشیره. برا. باکی گفتم برا. نزد زینب بود برا. بچه تا وای مکنه. من نمی مکنم. برا گفتم. دیگه به خونه من نیا. برا گفتم برا. دیگه اینجا نیا. مردم ها چی گپ شده است؟ برا. برا کودک حرامی تا بر. دیگه نیا اینجا. برا. چی به این صافیه؟ برا گفتم. چی به رحمی؟ برا. 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 برا.
همسایه همسایه جان چی دیوالا قبیده شتای؟ ای برین نیستن ای برین همی چیزه که گرم کنه که ساختگی خطای آخی من گفتم سیم از سخت کنم که همه شراغا مور همسایه ای درین نیستن ای درین همی چیزه که ساختگی خطای میگم آخی بچه نمیفهمی امیر اساس که همسایه جان التماس بچه چو کسی تو؟ تو بگو اوچه امیدو تو مرا ایدافم پیش میکنی ها من گناهکارم یکی گناه نداره ای کودک بیگناهی میلش من میرم بگه تو فقط تو میتونی او را نجات بدی زینب التجا میکنم زاری و تولا میکنم کودکوی ما بیاتا نمردیم دختری تام بیاوچه نمیمره اینا مرد اوچه درک شیرین آزر تازه میکنم بچه ما آزر انا همین تا انا اوچه دختر اوچه نداره کو آره خونه خورد بچه دکرم پیچه انا همین تا آزر
حاضر بگو گرم میکنم حاضر نامی دختر اوتم چی؟ همه کودکان نام دارن کو؟ گریه نکن بچه نشانه گریه نکن نشانه خیری اصلش من باید نامی خیری را ای دیوار میتروشدم نیک قسمتی ما پیوسته بوده اول بوتد بعد بوی کودک مرده را به بدی یاد آوردن نقص نیست ای بله ها خیل خیر بچه نازی سلامتی اوچت خونه دای کو بودو یک دم فیروچ کرد اوچه اوچه اصلا سلام کو علیکم بیاین خونه برین بیاین برین نه وقت نیست یک دم اینجا بیو سعدی بچم را چای بیار کو بیو اینجا بشی دیگه نغز هستی سلامت هستی تنج هستی اختم شکر می شود کودکات نغز هستن رحمت برک الله خای میگون که ایگان جو پول مول انتظار هستی پول؟ ها نه خط چی؟ خط نه چی خیلی که نباشه روان کردم در پوچتای جمعه بودم دخترها گفتن که همیره برسانم ما که وعده داده باشم اجرا میکنم خودت میدونی کو ای کی ای ای کریم رسول زاوتی پخته همینجا یک یک امضا تمون ما صدقه نمیگیرم صدقه؟ ای خواهر اگر پول در لازم نباشه بچه کات در لازم میشه و میفهمی؟ مرا دستم نشکسته میفهمین من خودم میجنبم یک بردن نان میام خودم کلان شل میکنم خدم ای شما سنا را فهمیده نمیشوه این سختی زمانه شما را همی خیل کرده است که فقط امیدتون به خودتانه او تمامی عمر همی خیل زندگی کردنین هی مرگی کاراتان زینب میدانم که یگان گناه با پول خریده نمیشود فقط میخواهم که تی بچه هات محتاج نباشین عذاب نکشین برای همه آخری هر ماه پول میفرستم اگر تانی زینب به جای مسری کودکا را بعضن سیله کن اونا گناه ندارند
Ota, salam alaikum. سعدی؟ باشی کو باشی تو چی خیلی مرا یافتی؟ کوفته بخی یافتم اوتا جان. در بود بمرم. چیه؟ بچم؟ اوچم گفت که من خونه خالای خیری برم و صورت شگیرم بیارم. برای چی؟ برای که اوچم گفت اگر نشونه کلون شد باید اوچه بشنوسه، اوچه خچه بشنوسه. نشونه؟ او نشونه دختری خالای خیری نشونه نام داره. حاضر بچم حاضر. تو بسیار نقص کردی که آمدی. اینه پولا را من دینه گرفتم. اکو خودت میبری من روی کرده نتانستم. نه در کار نیسته. اوچم گفت جنگ تمام شده، اکو ما نانی میخوردگی مونه خودمونم یافته میتونیم و ما هیچ چیز لازم نه. چه شما پولای مرایی کرده را صرف نکردید؟ نه بچم صرف نکردیم. پولای شما روانه کرده را اوچم بسته مونده. میگه که نشونه کلان شوه به خودش لازم میشوه. اقلا برای خودت یگان چی میگرفتی؟ یکتون کجا رفته باشه دلم خواطره.